با سلام و عرض ادب خدمت دوستان خوبم. از خداوند سپاسگزارم که این فرصت را به من داده در کنار هم گفتگو کنیم و از این روزهای شلوغ جامعه احساس تنهایی نکنیم. در کلیپ قبل گفتم که به جز مدیتیشن چه راههای دیگری هست. جواب من به این صورت است که خیلی وقتها ذهن ما به خاطر خود مشکل آشفته نیست، به خاطر جنگیدن با اونه. وقتی چیزی را نمیپذیریم مدام باهاش درگیریم، حتی وقتی راه حلی نداریم. من تو زندگی فهمیدم پذیرش یعنی بگم الان این شرایط هست اما من باهاش نمی جنگم. همین یک جمله نصف فشار ذهن را کم می کند. پذیرش تسلیم شدن نیست، شروع آرام شدن هست. به نظر شما اگه با واقعیت نجنگیم ذهنمون چقدر سبکتر می شود؟ اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید نظرتون رو برام کامنت کنید تا تو کلیپ بعدی ادامه بدیم.